با مقصد عملی نمودن دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مهمانخانه سوغدیان شهر خوجند با ابتکار ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای ولایت سوغد در همکاری با دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند در موضوع سیاست فیسکالی، مقامات گمرک و انداز در شرایط رقم‌کنونی اقتصادیات، افضلیت، مشکلات و دورنما کنفرانس علمی عملی برگزار گردید. در کاری کنفرانسیا نمایندگان مقامات دولتی، استادان دانشگاه‌های عالی و عالمان و کارشناسان اشتراک و سخنرانی نمودند. در کاری سمینار بابت نظام رقم‌کنونی اقتصادیات، نظام پرداخت الکترونی، تامین بی‌خطری محصولات پس‌صفت و پیشگیری آن، اینچنین حمایه بازارهای استعمالی از واردشوی محصولات‌های گوناگون پس‌صفت سخن گفته شد. ابراز گردید که با دستور هدایت‌های پرزیدنت کشور در سمت رقم‌کنونی خدمت‌رسانی‌های دولتی کارهای نظررس انجام داده شده برای ساده‌گردانی روندهای نظام رقم‌کنونی اقتصادیات اقدام‌های نو عملی کرده می‌شوند. در همین زمینه با مقصد وسعت بخشیدن و روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبی امکانیت‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات از جانب رهبری دولت سال‌های 2025-2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان گردیده است. تاکید گردید که در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی رقم‌کنونی اقتصادیات به یکی از عامل‌های اساسی تکمیل نظام اداره‌کنی دولت تبدیل یافته است. سیاست فیسکالی همچون قسم مهمی سیاست اقتصادی دولت مخصوصاً فعالیت مقامات انداز و گمرک بوده در روند اقتصادی رقمی نقش مهم دارد. هدف تشکیل و برگزاری کنفرانس بین‌المللی در سمت تامین سیاست فیسکالی از طرف مقاماتی که به واسطه با هم تعلق دارند در زمان معاصر یکی از طلبات‌های رشد این رقم‌کنونی می باشد. در عمل تطبیق نمودن فعالیت این مقاماتی که هم مقامات انداز، هم مقامات گمرک، هم مقامات تاجیکستان و از آن جمله در تعلیم نیز تطبیق کردن رقم‌کنونی و اینوواسیون معاصر می باشد. تطبیق تکنولوژی‌های رقمی و استفاده آن امکان می‌دهد که نظام اندازبندی و گمرک ثمرناک، شفاف و مطابق با طلبات زمان معاصر عملی گردد. تاکید گردید که تطبیق ثمرناک سیاست دولتی در سمت اینوواسیا و رقم‌کنونی یکی از سمت‌های افضلیتناک رشد استوار کشور به شمار رفته برای بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های دولتی، شفافیت، ثمرناکی اداره‌کنی و رشد اقتصادی رقمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. اینچنین بابت موضوع تکمیل اندازبندی در نظام تامین رشد اقتصادیات و فعالناکی اینوواسیا قید گردید که تکمیل نظام انداز و به راه ماندن مناسبت‌های متقابله اندازی با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی تقاضای زمان بوده برای تشکل و رشد حکومت الکترونی و اقتصاد رقمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در آخر گفته شد که در شرایط معاصر رشد اقتصادی رقمی آموزش و تحلیل عمیق این مسئله ضرور و مهم بوده برای بلند برداشتن سطح رقابت‌پذیری اقتصادی کشور شرایط مساعد فراهم می‌آورد.